الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق علیه. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را در برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. یکی دیگر از آداب اسلامی آداب حج هست. آداب نماز و آداب روزه و آداب صدقه یا زکات قبلا بیان شد. الان آداب حج. این عبادت و یا این حکم از احکام اسلامی یا این رکنی از ارکان اسلامی چنان آدابی داره که ارتباط میگیره به آداب قبل از سفر حج، ارتباط میگیره به بعد از سفر حج، ارتباط میگیره به آداب در اثناء اجراء مراسم حج، همچنین ارتباط میگیره به در اثناء سفر، ارتباط به فضائل حج، برکات حج، جایگاه حج. همین قدر که همین حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که می فرمایند: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. به همین اکتفا می کنیم، می رویم به سراغ آداب حج. رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند حج مبرور یعنی حج مقبول، حجی که به پیشگاه الله سبحانه تعالی قبول میشه و قبول واقع میشه، پاداشش چیست؟ لیس له جزاء، نیست هیچ پاداشی، الا الجنه، مگر جنت پروردگار عالم. آداب حج در ابتدا شخص باید مشوره کنه، خصوصا با کسانی که تجربه این سفر دارد. شخص میره مشوره میکنه: من قصد حج دارم، اراده حج دارم، چگونه باید تصمیم بگیرم، چه کار باید کرد. این از جمله آداب حج هست. بعد از این که مشوره کرد، رفیقی که در راه همراهش هست او را میبینه و نگاه میکنه چگونه شخصیت است و در این راه با او چگونه باید همراهی داشته باشه. سوم از جمله آداب حج اینه که وقتی حج شخص تصمیم حج گرفت، مشوره کرد، استخاره کرد، رفیق تعیین شد، حالا دیگه تصمیم جدی شد که حج میره، بره به نزد یکی از علما، مراسم و مناسک حجر بخوانه، کتاب حجر بخوانه، آداب حجر و احکام حجر یاد بگیره. لااقل اگر به نزد یکی از علما نمیره، امروز الحمدلله رساله های موجز و خلاصه پیرامون حج تحریر شده و نوشته شده. این شخص یک کتاب حج و یک رساله حج را پیدا کنه و او را مطالعه داشته باشه و حتی در سفر همراه خود در
کیسه خود و در جیب خود داشته باشه تا اینکه در مراسم و مناسک حج جای برایش سوال خلق میشه از روی اون کتاب برداره و نگاه کنه. اما به نزد علما باشه و در کنار علما باشه از همه بهتر و احسنتر و نیکوتر هست. از جمله آداب حج اینه که وقتی شخص تصمیم حج گرفت وصیت‌نامه خود را بنویسه که من چگونه معامله دارم، چگونه بیع و شرای قبلا داشتم، از چی کسی قرضدار هستم، چی کسی از من قرض میخواهد و مسائل زندگی خود را خلاصه در وصیت‌نامه بنویسه و دیگران را واقف کنه، اهل بیت خود را، خانواده خود را. لااقل اگر وصیت‌نامه نمی نویسه با زبان خود آن حرف هایی که لازمه و ضروریه باید به زبان بیاره تا دیگران واقف بشن. از جمله آداب حج گفتیم که آدابی که قبل از اینها هر کدام بیان شد قبل از سفر هست، قبل از حرکت کردن هست. مسئله توبه هست. شخص باید توبه کنه، افعالی که در گذشته گناه و معصیتی که انجام داده توبه داشته باشه و از اقوام و خویشاوندان خود حلالیت بطلبه، بره از اونها بگویه که من حج میروم. چون در قضیه حج الله سبحانه وتعالی وقتی کسی که در حج میره گناهانش را میبخشه و رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند رجع که یوم ولدته امه، مثل که از مادر تولدش برمیگرده. فقط قضایای حق الله هست، قضیه حق الناس باید از طرف حقش برایش پرداخته بشه، حقش برایش رسانده بشه یا طلب حلالیت و عفو بطلبه. قرآن میفرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. همه دست جمعی باید به درگاه الله سبحانه و تعالی توبه کرد تا اینکه رستگار دنیا و آخرت شد. همچنین از جمله آداب حج مصارف حج. شخص وقتی پول میده در راه الله سبحانه و تعالی، چون حج عبادتیه که هم انسان باید مال مصرف بکنه، هم عبادت جانیه هم عبادت مالی. این مال باید از راه حلال به دست آمده باشه. در قسمت صدقه هم این را اشاره کردیم، در قسمت حج هم میگوییم که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله تعالی طیب لا یقبل الا طیب الا طیبا. الله پاک، جز پاکی چیزی را نمیپذیره. پس در راه حج مصارفی که میشه، مصرفی که میشه، پولی که پرداخته میشه باید از راه حلال باشه. نکته دیگری که ارتباط میگیره به آداب حج اینه که حج و عمره، کسی که قصد حج داره، قصد عمره داره، باید خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. و اتم الحج والعمره لله. نه این که شخص به حج بیاید تا او را حاجی بگن، نه این که این سفر جز سفر سیاحتی و بالاخره تفریح و اینها فکر بکنه. برو حج میرم ساعت ما هم تیر میشه و بالاخره یک چکر هم میشه در این قسمت. نه، چنین نیست. عبادت خاص به خاطر الله باید باشه. و اتم الحج والعمره لله، خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. نکته دیگر اینه که وقتی که حاجی احرام بسته کرد متوجه ممنوعات احرام باشه، آنچه که ممنوع هست، و همچنین متوجه باشه که لهو و لعب و فسق و فجور و اینا هر وقت باید خود را از این اعمال زشت انسان دور بداره، خصوصا وقتی که احرام بسته شد. هنگامی که احرام زد و نیت حج و یا عمره را داشت که صدای تلبیه را بلند کرد، باید خودداری کنه از ممنوعاتی که درباره احرام گفته شده. از جمله آداب حج اینه که در اماکن مبارکه و مقدسه مصروف تسبیح و تهلیل و ذکر پروردگار عالم. بعضی انسان ها رو میبینیم در منا، در عرفات، در مزدلفه، در این مشاعر مقدسه اختلاط میکنن یا خواب هستن. در کنار این که حالا اختلاط یا صحبت کردن، حرف زدن،
در لابلای این حرف ها شاید غیبت باشه، شاید تهمت باشه، نعوذ بالله شاید نمیمه باشه، شاید حرفایی باشه که الله سبحانه و تعالی از او حرفها خوشش نمیآیه. الله سبحانه و تعالی میفرماید فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. در این اماکن انسان باید بیاد الله سبحانه و تعالی باشه. سبحان الله بگو، استغفر الله بگو، لا حول ولا قوة الا بالله بگو، لا اله الا الله وحده لا شریک له بگو، تلبیه بگو. پس کام و زبان حاجی در اماکن مبارکه و مقدسه و مشاعر باید معطر باشه به ذکر الله سبحانه و تعالی، به تسبیح، به تهلیل، به ذکر و اینها. همچنین از جمله آداب حج اینه که حاجی جماعت از پیشش ترک نشه که در مکه مکرمه که هر رکعت نماز 100,000 رکعت، فضیلت جماعت چقدر هست، این جمعیت مسجد الحرام جمعیت کثیر را از دست بده، در کوچه و بازار دنبال این و اون یا در دشت و کوه و بیابان به این طرف و آن طرف بگرده. از جمله آداب حج اینه که جماعت هر وقت انسان باید تلاش بکنه که جماعت را از دست نده، خصوصا در وقتی که عازم سفر حج شده. از جمله آداب سفر حج اینه که انسان امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه به اسلوب حسنه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي احسن. امر به معروف، نهی از منکر. در این سفر وقتی میبینید کسی کار شایسته را انجام میده، از او تقدیر بکن. اگر دوچار یک منکر شده، خلاف شرع شده، دوچار بدعت شده، اعمال را انجام میده که موافقت به شریعت نداره، او به اسلوب حسنه و درست او را راهنمایی کردن هست. از جمله آداب حج اینه که از اذیت دیگران انسان خودداری بکنه. از لحظه ای که حرکت میکنه طرف سفر حج، از لحظه بالا شدن به موتر چنین نباشه که ازدحام و این را بالاخره چنان شلوغ و ازدحام کنه تا دیگران خصوصا موسفیدها، خصوصا خواهران مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. لحظه بالا شدن به طیاره، لحظه پایین شدن از طیاره، لحظه بالا شدن به موتر، لحظه پایین شدن از موتر، باید انسان متوجه باشه تا دیگران را اذیت نکنه. سفر حج یک سفر عبادی هست. از لحظه‌ای که انسان از خانه بیرون میشه تا وقتی برمیگرده باید کامل متوجه باشه که من در یک سفر قرار دارم که این سفر است که الله سبحانه و تعالی چنان وعده کرده که رجع کیوم ولدته امه. وقتی که در طواف هست اذیت نداشته باشه، رفتن به حجر الاسود دیگران را اذیت نداشته باشه. پس اینه که از جمله آداب حج اینه که یک حاجی با صبر، با استقامت و با بردباری، با حلم در این سفر روان باشه. از جمله آداب این سفر مبارک اینه که خصوصا تعلق میگیره برای خانم ها، حجاب درست و صحیح داشته باشن. حجاب داشته باشن. برای خواهرها فقط لحظه‌ای که احرام دارن روی خود را نمی پوشن و وقتی با اجنبی ها و بیگانه ها روبرو میشن حتی پس روبند خود را و نقاب خود را میگیرن. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که ما وقتی که طرف حج میرفتیم، هنگامی که مردان اجنبی از کنار ما عبور میکردن، ما روبند پایین مینداختیم. وقتی که اونها از کنار ما رد میشدن، پس بار دیگر چون روح باید در وقت احرام پوشیده نباشه، روی خود را نمی پوشاندیم. پس همچنین از جمله آداب برای برادرها هست در موسم حج، نباید چشم چرانی، نباید نگاه کردن طرف زن نامحرم، نباید بالاخره باید وقتی که حرکت کردیم طرف حج تمام فکر ما، اندیشه ما همه طرف این باشه که یا رب الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. این جنت را چگونه به دست بیاورم؟ این که حج مقبول و مبروری داشته باشم. همچنین از جمله آداب حج استغنا، یعنی گرفتن زاد و راحله. الله سبحانه و تعالی میفرماید و تزودوا، شما در این راه زاد و راحله بردارید، اما متوجه باشید که فإن خیر الزاد التقوا، بهترین توشه تقوا هست، خدا ترسی هست.
توشه در این راه از جمله آداب هست. نشه که یک شخص چیزی نداشته باشه بیای در این سرزمین محتاج بشه، دستش دراز بشه پیش دیگران. پس بنان از جمله آداب حج چنان کسی که طرف حج روان میشه تا وقتی که بر میگرده زن و بچهش هم محتاج نباشن و خودش هم در این سفر وقتی میآید و برمیگرده محتاج نشه. از جمله آداب حج اینه که مردان بلند تلبیه میگن لبیک اللهم لبیک و زنها آهسته تلبیه میگن. از جمله آداب حج اینه که وقتی که گفتیم در مشاعر مبارکه و مقدسه در اماکنی که مراسم اجرا میشه خصوصا در جمرات خیلی باید ادب رعایت بشه. شریعت مقدس اسلام دین برای ما گفته شما جمره رو بزنیم مشخص کرده که اون سنگی که زده میشه به اندازه اون نواد یا هسته و یا خسته خرما که هست گفته شده سنگ ریزه ها. اما بعضی انسان ها با کفش شیطان رو میزنن، بعضی دشنام میدن، بعضی بالاخره حرکات عجیب و غریبی از خود نشان میدن. این از ادب به دور هست. باید آداب حج رعایت بشه. و همچنین وقتی که حاجی بر میگرده از سفر حج به اینه که باز هم دیگران را اذیت نکنه، متوجه باشه. قضیه گل زدن موتر هیچ جایگاهی به دین نداره. قضیه پهن کردن سفره‌های عجیب و غریب هیچ جایگاهی نداره. قضیه این که شخص وقتی طرف خانه خود میره اول میره در یکی از زیارت‌ها و قبرستان‌ها هیچ اصل شرعی نداره. اینها باید متوجه باشه. اینها از ادب به دور است. اینها جز آداب اسلامی نیست. پس بناهن باید آداب حج را رعایت کرد. و همچنین از جمله آداب حج اینه که خواهر مسلمان وقتی تصمیم حج میگیره باید در این سفر محرم همراهش باشه. و آخرین ادب از آداب حج اینه که حاجی حج خود را حفظ بکنه. چگونه؟ وقتی در اینجا آمد توبه کرد، وقتی آمد گناهانش بخشیده شد، وقتی بر میگرده او جایگاه خود را و او عظمت و بزرگی که خدا برایش داده حفظ بکنه. یعنی دیگر رجوع به گناه و معصیت نداشته باشه تا اینکه دیگران بفهمن و بدانن که حقیقتا مکتب حج، مدرسه حج چنان برایش تأثیر گذاشته که واقعا دیگران علاقمند حج و علاقمند سرزمین وحی بشن تا اینکه این شخص برای دیگران اسوه و الگوی حسنه برای دیگران باشه که نشان بده که من او شخصی که دیروز قبل از حج بودم امروز نیستم. قبل از حج دروغ میگفتم امروز نمیگویم. قبل از حج غیبت داشتم امروز ندارم. قبل از حج اگر تهمتی داشتم امروز ندارم. قبل از حج گناه و معصیت داشتم امروز ندارم. قبل از حج بد اخلاق بودم امروز الحمدلله خوش اخلاق هستم. این آداب حج هست که یک انسان مؤمن و مسلمان باید رعایت کنه. آداب حج که رعایت شد حج میشه که مقبول و مبرور میشه، پاداشش جنت هست. الله برای همه حجاج عزیز ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرمایه و آنهایی که تصمیم و اراده دارن آداب حج عنایت بفرمایه و آنهایی که زاد و راحله این سفر را ندارن الله سبحانه و تعالی سببی بسازه که همه عزیزان عازم سفر بیت الله الحرام بشن. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.